سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز برای یاسین جونم یه دونه معجون فوق‌العاده خوشمزه درست کردم. شما هم میتونین توی خونه هاتون برای بچه هاتون درست کنین، حتی خودتون هم میتونین استفاده کنین. توی این معجون از این کره بادوم زمینی که بافتش هم اینقدر خوب و جذابه استفاده کردم. 3 موزه متوسط، 7 دونه خرما. به جای خرما شما میتونید از عسل هم استفاده بکنید. میتونید تعداد خرمای بیشتر یا تعداد خرمای کمتری هم داخل این معجون بریزید. 2 قاشق سرپر هم کره بادوم زمینی شکلاتی ریختم. میتونید به جای کره بادوم زمینی شکلاتی از کره بادوم زمینی ساده هم استفاده بکنید. در آخر هم 1.5 لیوان شیر به این مواد اضافه کردم. میکسر روشن کردم و گذاشتم قشنگ یک بافت نرم و خوبی پیدا بکنه. برای تزیین روش هم از دانه چیا استفاده کردم. میتونید توی خونه هاتون این ترکیب جذاب رو درست کنین و در کنار